اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاره 27 است، سوره الرحمن. آغاز سوره الرحمن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره مبارکه را سوره الرحمن میگن و الرحمن اسم از اسماء الله الحسنى، از اسماء و صفات الله هست. و الرحمن علما میگن که با وزن فعلان است، ای کثیر النعمه، یعنی الله متعال نعمتهای بسیار زیادی را برای مخلوقات خود آماده کرده هست و برای زنا بسیاری نعمتها را میته. برای دوست و دشمن خود، برای مسلمان و کافر، برای همگی نعمتها را میته. بناهن رحمت الله در دادن نعمتها عام است برای همه. در این سوره مبارکه 3 قسم نعمت ذکر میشه. 3 قسم نعمت در این سوره ذکر میشه. یکی نعمتهای دنیوی، قسم دوم نعمتهای اخروی و در وسط نعمتهای به ذکر عذاب. خب نعمتهای دنیوی نعمتهای مادی و معنوی هست که اینا ذکر میشن. بعد از اون نعمتهای تذکره عذاب میشه. بعضی کسا میگن همی ذکر عذاب چطور نعمت است؟ ذکر عذاب به خاطر از این نعمت است که وقتی شما یک دوست دارین، میفهمین که در فلانی منطقه اونجا بسیار وضعیت خراب است که اگر در اونجا که بره برای یک حادثه خطرناک میشه، کشته میشه، و شما پیش از هلاکت و کشتن از این برش خبر میتین که اگر در اون قسمت بری این تو مشکلات است، این تو مشکل است. در حقیقت تو برای چی دادی؟ یک نعمت بزرگ برش دادی. و سیومی قسم از نعمتهای اخروی هست که در این سوره مبارکه ذکر میشه که الله متعال تمامی این نعمتها را برای انسان داده هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن نام است از نامهای الله متعال، اسم است از اسماء و صفات الله. علم القرآن، علم تعلیم داد. کی را تعلیم داد؟ اول رسول الله صلی الله علیه و سلم و سپس از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم قرآن داد. بزرگترین نعمت الله که است این نعمت قرآن هست، نعمت معنوی هست، نعمت است که سعادت و خوشبختی بشر دهی هست. الله متعال اول امین نعمت ذکر کرد. خلق الانسان، نعمت دیگی که الله متعال بر انسان ها داده ای است که انسان خلق کرد. و وقتی که این انسان خلق کرد، بازر جای دیگه میگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا که ما انسان خلق کردیم در چهره بسیار زیبا. علمه البیان، دیگه از نعمتهای الله است که در بین این مخلوقات برزی قوی چی را داد برش؟ قوی بیان داد. این نعمت دیگه الله هست که انسان میتونه با زبان تمامی مشکلات زندگی خود حل بکنه. اگر مثلا زبان نمی داشت و بیان کرده نمیتونست، یا به اشاره و یا هم با نوشته، مجبور میشد که روزانه به صدها ورق کاغذ مصرف کنه تا که به وجان مقابلمو هدف و مطلب خود برسانه، و یا به اشاره بسیار به مشکلات مبتلا میشد. اما این انسان الله متعال چی کرد؟ برش این قوت
بیان داد که اظهار ما فی الضمیر به شکل بسیار ساده کردن میتونه. دیگه از نعمتهای الله چی است که الشمس والقمر بحسبان، که آفتاب و مهتاب به یک حساب هستند که این هم در خدمت انسان است. شما میفهمین بسیاری جایا هست که میگن فلانی شخص کمبود ویتامین دی داره، کمبود کلسیم داره، در این منطقه آفتاب نیست، برشان آفتاب درست نمیرسه. پس هر کدام از این آفتاب و مهتاب خصوصیت های خاص خود دارن که به منفعت بشر است و با یک حساب خاص اینا کار میکنن. و النجم و الشجر یسجدان. و النجم ایرا علما میگن هم به حساب شمس و قمر و آفتاب و مهتاب نجم ستاره ها را هم میگن، و بعضی علمای دیگه میگن که و النجم و الشجر، اینجا که نجم و شجر گفته شده، نجم شجر درخت کلان میگه که تنه داشته باشه، و نجم امو نیالیگکا یا نباتاتی که اونا کوچک هستن مثل درخت واره نیستن. پس الله متعال میگه که شما انسان ها اگر تکاسل بکنین، تنبلی بکنین، و نجم و گیاه ها و نباتات بیتنه و شجر و درخت های بزرگ تمامی از اینا یسجدان به الله سجده میکنن و تسلیم حکم الله هستند. و السماء رفعها و وضع المیزان. الله متعال میگه آسمان چی کرده؟ رفعها، بلند کرده ای آسمان را. و وضع المیزان، و گذاشته است الله متعال میزان، یک ترازوی خاصی. در هر چیز که شما ببینین یک وزن مشخصی هست به خاطر عدالت. حتی در سیستم وجود انسان اگر فشار انسان بالا و پایان میره، به وزن مناسب نمی باشه، مریض می باشه، یا شکرش بالا میره یا شکرش پایین میره. تمام زندگی را الله متعال با یک وزن خاصی، با یک ترازوی خاصی ترتیب و تنظیم کرده. این میزانی را که الله متعال مقرر کرده به خاطر چی است؟ که الله تطغوا فی المیزان، که شما هم در وزن کردن باید تجاوز نکنین، طغیان و سرکشی نکنین. اگر خرید و فروش میکنین حق هر کس در امو میزان به شکل کاملش بتین. حالا بسیاری از دکاندارا هست که سهل کنی، یک روز یک قصابی ما رفتم، حالا گوشت گرفتیم، سهل میکنم که یک دانه مرغ کلان بود، گفتم هر وقت 3 کیلو میشدم، روز چطور 3.5 کیلو شدن. سهل میکنم که دم ترازو پیش از اینکه مرغ بانه دم ترازوش نیم کیلویی دادم بغلک پت کردن. یعنی خیانت است. یا مثلا یک چیز را میخری، حتما از بین از مثلا از یک سیر 100 گرم 200 گرم از او چیز میکنن. الله متعال میگه که الله تطغوا، تجاوز نکنین، طغیان و سرکشی نکنین در امی وزن. و اقیم الوزن بالقسط، شما اقامه بکنین این وزن را، قائم بکنین وزن بالقسط، به انصاف. ولا تخسروا المیزان، و خساره و نقصان نکنین در این ترازو. والارض، این هم چی از نعمت الله هست که برای مؤمنین به خاطر از اینکه عدالت تأمین شود، این میزان هست. همیشه میگه وقتی که اگر در حکومت هستی باید اونجا هم امی عدالت در نظر بگیری. انسانی که لیاقت نداره در امو کرسی باید رو نشانی. اگر مثلا در اداره هستی باید امو انسانهای متخصص و مسلکی رو در جایش بگذاری. اگر در تجارت هستی، در هر بخش که هستی، اینجا باید خساره در وزن نباشه. یعنی حتی همین مملکت هم که سیستمش باید با یک متعادل بره. چرا حالا فعلا در جهان امنیت نیست؟ به خاطر از اینکه عدالت نیست. هر وقت که عدالت پیدا شوه باز در کل دنیا چی پیدا میشه؟ امنیت پیدا میشه. چرا در عصر صحابه، در عصر تابعین چرا امنیت بود؟ علتش چی بود؟ به خاطر از اینکه در اونجا چی بودن؟ اونجا امنیت بود، به خاطر که اونجا عدالت بود. وقتی که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی بن ابی طالب رضی الله عنه، وقتی اینا عدالت میکردن در اونجا، در منطقهشان چی بود؟ 100% امنیت میامد. اینه اگر شما در خانه تان نمی پدر بین اولادای خودم عدالت نکنه، در خانه هم امنیت نمی باشه. فرزند باز میگه دیگر خوش داره مرا خوش نداره. پس هر چیز که است باید با امون میزان و وزن و عدالت باشه. والارض، دیگر از نعمتهای مادی الله چی است؟ که زمین
وضعها او را گسترد، وضع کرد برای چی؟ للانام، برای مردم. حالی زمین ما و شما را، زمین اوت بر ما تنظیم کرده که ولو که در حرکت هم باشه ما حرکت زمین احساس نمی کنیم. فیها فاکهتون، در امی زمین که از الله متعال میگه فاکهتون، میوه های مختلف، و النخل، و درخت های خرما، ذات الاکمام که صاحب غلاف هستند. شما هر میوه را سیل کنین با حجاب است. انار کمی حجابش وسو کنی چی میشه؟ یک وقت یک خانم بود، رئیس یک پانتون بود، حجاب پوشیده بود، تنها دو چشمش معلوم میشد در یک کشور عربی. کلان پانتون رئیسش بود. بازی را پرسان کردن که شما رئیس پانتون هم هستین، یک قسم با حجاب هستین، دیگه جای رئیس های پانتون و اگر یک خانم در پانتون استاد میشه یا یک مامور میشه، وقت چادر مادر چی میکنه؟ رخصت میکنه. خودت چطور عین به سوی رئیس پانتون هستی و دکترا هم داری، تو با حجاب هستی؟ بازی گفتی به اساس علم میشه. گفت الله متعال هر چیز با ارزش در حجاب خلق کرده. انا را ببینین در حجاب است، که همین حجابش وسو کنی گنده میشه. سیب در حجاب است، بادام در حجاب است، پسته در حجاب است. مارکر را ببینیم سرپوش که وسو کنی یک نیم ساعت بعد خشک است. از این خاطر گفتی خانم هایی که به حجاب هستن یا که 40 ساله شود سر رویش دیده نمیشه، خود زیاد هفته زدهش، زیاد به حجاب گشته، زیاد چشمای همین نظر مردا هست، میگه یک تیر است مسموم زاردار، پس تیرهای زاردار به طرف از زیاد سیل کردن، اما نور از این از بین بردن. پس این خانم گفت که این تو حجاب این تو یک ارزش خاص خود داره. الله متعال میگه فیها فاکهتون، در زمین میوه هست، و نخل و خرما هست، ذات الاکمام، کل از در چی هستن؟ صاحب غلاف هستن، پوش دارن، حجاب دارن. چرا؟ به خاطر از اینکه ارزششان در اونم پوش و در زیباییشان در اونم پوش است. والحب و دانه، حبوبات، ذو العصف و الریحان. و حبوبات الله متعال میگه ما خلق کردیم که بعضی از اینا ذو العصف هستن که اینا علف دارن، و ریحان، و بعضی از اینا حبوباتی هستن که خوشبویی دارن. پس مردم از علفش هم استفاده میکنن برای حیوانات خود و از خوشبوییش برای عطریات خود استفاده میکنن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان شما تکذیب میکنین، یا کدامی از نعمتهای پروردگارتان شما دروغ میگین. ببینین وقتی که آیت قرآن خوانده شد کلگی چوب بود. در حدیث شریف می اینجا در یک حدیث است در سنن ترمذی می عن جابر رضی الله عنه میگه خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اصحابه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش اصحاب خدا آمد، فقرأه علیهم، امی سوره رحمان بالای از چی کرد؟ قرائت کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقرأ علیهم سوره الرحمن فسکتوا، میگه وقتی که سوره رحمان قرائت کرد میگه کل از صحابه چی بودن؟ ساکت بودن. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لقد قرأتها علی الجن، او مردم شما خدا از جن کده بتر نسازین، جنهای مؤمن. ما و شما یکی جنهای کافر داریم، یکی جنهای مؤمن داریم. جنهای مؤمن مسلمان شدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اونا قرآن تلاوت میکرد، مخلوقات بسیار با شخصیت با عزت. گفت سعی کنین که شما از جنها کده، ولو که کرامت انسان بیشتر است، لکن بعضی اوقات شما خدا اینقدر ضعیف میسازین که از جن کده رتبهتان پایین میشه. چرا؟ گفت سعی کن در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لقد قرأتها علی الجن، میگه من ایره بالای جنها خواندم در لیلة الجن، در شبی که با جنها ملاقات کرده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، سوره جن که نازل شدنه. فکانوا احسن مردودن، پس میگه اونا بسیار مردم ها، همی جنها میگه بسیار خوب میگه جواب میگفتن. چه قسم جواب میگفتن؟ کنت کل ما اتیت علی قوله تعالی، گفت هر وقتی که به این آیت قرآن میرسیدم دی زیاد ذکر شده، نعمت ذکر شده، باز بعد از چی ذکر شده؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، با کدام یک از نعمتهای ربتان شما
تکذیب میکنین یا کدام نعمت های الله را دروغ میپندارین. میگه فقالو، جنها چپ نشیشتن. میگه هر دفعه که آیت خوانده میشد میگفتیم لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب، ای پروردگارا به هیچ یک از نعمت تو ما چی نکذب، یعنی تکذیب نمیکنیم یا او را دروغ نمیپنداریم. فلک الحمد، بس بر تو حمد است. یعنی این چی بود که میگه هر دفعه که آیت خوانده میشد یک دفعه جنا بلند صدا میکردن که لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب، یا پروردگار به هیچ نعمت تکذیب نمیکنیم. فلک الحمد، صدا میکنن حمد به ثنا و صفات بر دوست. میگه سعی کنین. این جنها چه خوب شاگردای خوب بودن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که درس میداد او چی میکرد؟ او فوراً برش جواب میگفتن. ایناله شاگردا دو قسم است. یکی شاگردای است که شاگردای مؤمن است، صفات شاگردای با ایمان است. یکی صفات شاگردای بی ایمان. صفات شاگردای مؤمن هی است که وقتی که قرآن، آیات قرآن و حدیث خوانده میشه چهره هایشان در جایی که دوزخ می باشن متاثر میشن و استاد در چریش سل میکنه که اونسایی که این شاگرد اشکایش جریان پیدا کرد، سر خودش شور میتن. در جایی که مثلا نعمت می باشه خوشحال می باشه، در جایی که استاد پرسان میکنه مثلا فورا جواب میگه، در جایی که فبیعی آلاء ربکما تکذبان فورا جواب میگن که ای پروردگار هیچ آیتی تو را تکذیب نمیکنیم، فلک الحمد، بر تو حمد است. یعنی شاگردا که استاد در همین مسئله چی است آموزش سهم میگیرن با سر خود، با چهره خود، با قلم خود. شاگردای بیدین چه قسم است؟ منافق چه قسم است؟ منافق عادت داشت در نمازم که بیای در پالیش استاد باشی یک 50 دفعه فاجر میکشه. اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا. وقتی که در نمازم باشه اما خسته هست پالیت استاد میکنه، دوست الله پیش الله در مقابل الله اساسی چه گانی که واسه فاجر میکشن باز متوسط چیزایشون در نماز سرت خراب میکنه. در درس که میتونی قواریش سل کنی یک دفعه فاجعه میکشه، دیگه دفعه فاجعه میکشه، دیگه دفعه خدا کج و کور میکنه، دلت از این درس سیاه میکنه. این عادت کسالت، تنبلی، بی‌علاقگی، آیت برش بخونیم ترش ترش سل میکنه. این سن استاد در وقت خواندن قرآن و تفسیر ترش ترش سل کردن این عادت منافقا و مشرکین بود. بد سل میکنن. پیغمبر میفهمه که منافق اونجا آمده سعی کنه ترش ترش سل میکنه. یگان طالب ببینید که همین خطبه را شروع میکنه با سنت خود میکنه، یعنی ختم کن. این حالت شاگرد با دیانت کس کوشش کنه که صفات منافقین و صفات مشرکین نباشه، بلکه باید بسیار بشاش باشه. مجرد که سرت خستگی آمد، فاجعه آمد سرت، زود برو روی تبوشوی بیا اثر هم با بشاشت با قرآن بشی و کت استاد باش. وقتی که استاد برات گپ میزنه سر حداقل شعور بده. بله بعضی شاگردای ما بسیار خوب عادت دارن وقتی که درس برش میگم تو سر خودم شعور میکنه متوجه میشی که متوجه درس. دیگه شاگردی که سوال میکنی مالک خودت انداخته فقط که استاد نمیفهمه باز دزدک وردتون دوست الله کی مزور کشت کرده که اینجا مدی خوت اینجا میزنی. خب قرار ده بسترگه که خو بکو نه کسی به زور خاصیت نه سم صفا ستره. چرا صفت منافقین برای خود میگیری؟ پس انسان مؤمن که از رسول الله صلی درس برای ما شما داد و این در سلسله صحیح 2150 حدیث صحیح است. یعنی یک درس است که سعی کنین از شما کده جنهای مؤمن در فهم قرآن و شنیدن قرآن بسیار چی نشان میدادن؟ اما تو ریاکشن، یکی اکشن است یکی ری اکشن است. اکشنی است که استاد وقتی که یک چیز را میگه، ری اکشن ای است که جانب مقابل در مقابل از چه قسم یک عکس العمل نشان میده. عکس العمل تند، اعصاب خرابی، پیشانی تاش، واژه کشیدن که سون شاگرد سیل کنی، این عادت منافقا هست. عادت شاگرد دیندار مؤمنی است که سر خود شور میده، در آیات عذاب متوجه می باشه، در آیات مثلا توحید خوب جنت بشاشت در چیرش می باشه. دیگه شاگرد تمام روز یگان طرف ببینی آیات قرآن برش میخونه، اون قسمت که درس بسیار خوبش میشه شیطان برش یک زنگ ترنگ میه از بین درس میبره، سب کلی اذیت میکنه و چی میکنه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که وقتی من این سوره را سر جنها خواندم یا چی بدن شما ساکت بودین ولی جنها ساکت نبودن. وقتی که برش میگفتم که فبأی آلاء ربکما تکذبان یا میگفتن لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب، فلک الحمد یا الله به هیچ نعمت تو تکذیب نمیکنی. اینجا الله متعال چندین دفعه تکرار میکنه این نعمت فکرت بگی، دیگه نعمت بگی، دیگه نعمت بگی، باید تو بگی تکذیب نعمت نمیکنی. الحمدلله الحمدلله شکر الله را بگیم.
خب الله متعال میگه که چی میگه؟ میگه والارض وضعها للانام فیها فاکهه. ببین در زمین چقدر میوه ها هست شما میخورین، و النخل و خرماها را میخورین، درخت های خرما هست ذات الاکمام که غلاف ها دارن، و الحب و حبوبات میخورین، ذل عصف که کاهدار هستن، و الریحان و دیگهش که بسیار بوی خوش دارن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. چی میگیم؟ ربنا لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد. اگه دیگه یاد نداریم بگو الحمدلله. اگه کل شی یاد نداریم یک کلمه شو بگو الحمدلله، تکذیب نمیکنیم ان شاء الله. الحمدلله. خلق الانسان من صلصال. الله متعال میگه خلق کردیم انسان از گل خشک، صلصال صدادار، مثل کوزه را ببینید که خشک میشه نه تنگ 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 میکنه. میگم انسان وقتی که اول خلق کردیم آدم علیه السلام تو خشک شد، گلش که تنگ تنگ میکرد، کل فخار مانند ظروف سفالی. و خلق الجان، و ما خلق کردیم جنها را من مارج من نار، از شعله های از آتش، اونا را از این خلق کردیم و او را از او خلق کردیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. با کدام یک از نعمت های ربتان شما انسان ها و جن ها تکذیب میکنین؟ لا نکذب، لا نکذب ربنا، لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد. رب المشرقین و رب المغربین. الله متعال رب بدون مشرق است، مشرقی که در تابستان است و مشرقی که در زمستان است و مغربی که در تابستان است و مغربی که در رب از اینا، خالق از اینا کی هست که مشارق تغییر میتن؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. با کدام یک از نعمتهای ربتان شما انسان ها و جن ها تکذیب میکنین؟ الحمدلله لا نکذب. مرج البحرین. الله متعال میگه دیگه نعمت الله را سعی کنین که مرج البحرین، که روان ساخت در شما دو بحر را. دو بحر چه قسم روان ساخت؟ یلتقیان، که این دو بحر با هم آبش هم تو چی میشن؟ ملاقات میکنن، با هم جمع میشن، یک جای میشن. لکن بینهما برزخان، لکن در بینشان یک فاصله هست. لا یبغیان، که این آب شور با این آب شیرین گد نمیخوره. لا یبغیان، برای که دیگه خود تجاوز نمیکنه. آل ساینسدانایی را کشف کردن در این بحرها. یک عالم از به نام زغلول النجار او گرشته کرده که بحرها در قرآن، باز امیار کلش ذکر میکنه. سعی کنید در قرآن درباره بحرها چی گفته و معجزات علمی قرآن نداری گفته. الله متعال میگه شما از این بحرها، از این ماهیهای، از این آب شیرین، از آب شور، از کل گز استفاده میکنین. فبأی آلاء ربکما تکذبان. با کدام یک از نعمتهای ربتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ الحمدلله ربنا فلک الحمد. خب یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. خارج می شود از امی بحرها. چی خارج میشه؟ اللؤلؤ، مرواریدها، والمرجان و مرجان، این دانه های بسیار قیمتی از این بحرها خارج میشه. این نعمت های الله هست که برای شما الله متعال داده است. از این در تجارت، در زیورات، در این استفاده میکنین، اقتصادتان قوی میسازین. فبأی آلاء ربکما تکذبان. با کدام یک از نعمت های پروردگارتان شما انسان ها و جن ها تکذیب میکنین؟ لا نکذب والحمد لله. وله الجوار المنشآت في البحر. وله، و بر اینمی چی است؟ برای اینمی انسان یا بر زمین بحر دمیجه که هست الجوار المنشآت. چی از کشتی های هستند که المنشآت و بلند استاده هستند فی البحر، در دریا، کل اعلام، مثل کوها. این نعمت بزرگی است از الله که در بین بحرها کشتی ها هست و انسان ها بسیاری مشکلات و ضرورت های اقتصادی خود از روی ازی حل میکنن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس به کدام یک از نعمت های الله شما انسان ها و جن ها تکذیب میکنین؟ ربنا لا نکذب، لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها فان. الله متعال میگه تمام مخلوقاتی که در این دنیا هستن یا فانی میشن، کلگی میمیرن و تغییر میکنن. اینجا فنا به معنای تغییر است، تغییر زندگی، از دار دنیا به دار برزخ، از دار برزخ به دار آخرت. چهره هایشان تغییر میکنه، سرایشان تغییر میکنه، زندگیشان تغییر میکنه. و یبقى، و باقی میمانه وجه ربک ذو الجلال والاکرام.
فقط وجه پروردگار تو، یعنی ذات خالق متعال، ای باقی میمانه که ذوالجلال بسیار ذات با عظمت است و ذات بسیار با کرامت است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای الله متعال شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ لا بشیء والحمد لله. حالا بعضی کسا شاید سوال بکنه بگه خب وقتی که انسان فانی میشه، آیا در فانی شدن انسان هم نعمت هست؟ من میمرم. کسی میگه هیچ نعمت هست وقتی که من زنده هستم میمرم. علما میگن دمی نعمت هست. اگر شما فکر بکنید اگر تو نمیمردی در جنت چطور میرفتی؟ اگر تو انتقال نمیکردی از سرای دنیا، خود تو در این بدبختی ها بودی. اون نعمت های جنت، اون خوبی های جنت، اون زندگی ابدی وقتی برای تو حاصل میشه که در کجا میری؟ از این خاطر علما میگن فناؤنا سبب لبقائنا، فنای ما سبب چی است؟ باقی ماندن ماست، که باز این زندگی باقی و ابدی بر ما چی میشه؟ نصیب میشه. یسأله من فی السماوات والارض، الله ذاتی است که از او سوال میکنه و به اون محتاج است. من فی السماوات، تمامی مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، والارض، و تمامی مخلوقاتی که در زمین هستند. کل یوم هو فی شأن، الله متعال هر روز در یک شأن نو است. چی معنی؟ هر روز نعمتهای جدید را خلق میکنه و هر روز الله متعال مخلوقات جدید را خلق میکنه و هر روز الله متعال در یک عظمت خاص است که روز به روز نعمتهای الله هیچ فانی نمیشه. کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمتهای الله متعال شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ لا نکذب ان شاء الله والحمد لله. سنفرغ لكم ایها الثقلان، سنفرغ لكم ایها الثقلان. علمای مفسرین میگه که ای در حقیقت یک چیز است، یک تنبیه هست برای انسان که انسانها الله متعال در کل کارهایی که خلق میکنه مخلوقات، لکن سنفرغ ای سنحاسب سنعطی وقتا لمحاسبتکم، برای محاسبه شما هم الله وقت میده که باز یکی از شما را چی میکنه؟ الله متعال محاسبه میکنه. حال وقتی که الله متعال میگه که ما برای شما را محاسبه میکنم، آیا این نعمت است؟ نعمت است؟ وقتی که یک کسی شما را از یک بدی آگاه می سازه و شما را میگه که این قسم محاسبه هست، این قسم سوال است، این قسم جزا هست، این قسم مشکلات است. متوجه هستید؟ مثلا یک استاد است بسیار مهربان، این میخواه که یک نعمت معنوی بر شما بده. شما که در اول صنف میرین برتان میگه او بچه فکرتان باشه. ما بسیاری وقتا بر شاگرده از مهربانی میگه و میفتیم و جوانا در مکتب که بود گاهی سرمعلم رفیقت میساختی، گاهی مثلا مدیر آشنایت میساختی، گاهی کت استاد یگان خنده میکردی یا مثلا هرچی میکردی اونجا کامیاب میشیدی. فکرتان باشه که اینجا پوهنتون بسیار خطرناک است، کانکورش خطرناک است. از این خاطر برای کانکور 1 سال پیش آمادگی بگی. او شاگرده که بیخبر بود قرار خواب بود، روز کانکور که میرفت در نتایج 0. او شاگرده که قبلا میفهمه 1 سال پیش آمادگی برای زو میگیره. باز میفتیم در صنف پوهنتون بسیار متوجه باشین که در سمستر اول بسیار سخت است، ناکام میشین و اگر ناکام شوین کل 1 سال از 12 سال از زحمت شما از همینجا 1 دفعه دراب میشین. این حال با خبر کردن مردم از سختی های بعدی ای خودش یک چی است؟ یک نعمت است. اگر الله متعال ما و شما را جنت از دوزخ خبر نمیداد، عذاب دوزخ نمیگفت، سختی های دوزخ نمیگفت، صراط نمیگفت، قنطره را نمیگفت، متوجه هستین؟ ما شما بی خبر میبودیم یک وقت که در روز قیامت میرفتیم که چقدر سختی ها هست. پس این بزرگترین نعمت الله هست که ایره طب وقایوی قرآن میگن. پس طب وقایوی نعمت هست یا نیست؟ از این خاطر الله متعال میگن سنفرغ و سنحاسب و سنفرغ لکم، فارغ و متوجه و برای محاسبه شما آماده میشیم. لکم برای شما ایها الثقلان، ای دو مخلوقی که
شما ثقلان گفته میشین، یکی انسان ها هستن و یکی جن ها، یعنی جن ها هم محاسبه میشه و انسان ها هم محاسبه میشن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های ربتان شما انسان ها و جن ها تکذیب میکنین؟ یا معشر الجن والانس، ای معشر یا گروه جن ها و انسان ها، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر شما استطاعت داشته باشین، توانایی داشته باشین، ان تنفذوا که بیرون روین، من اقطار السماوات از کناره های آسمان، والارض و زمین، فانفذوا پس بگریزید، از این آسمان ها سوراخ برتان پیدا کنین و برین در کدام جای دیگه که اونجا حاکمیت الله نباشه. لا تنفذون الا بسلطان، شما اونجا رفته نمیدارین مگر به سلطان و به سلطنت و قدرت، و شما این قدرت ندارین، پس به این خاطر باید تسلیم شریعت الله باشین تا که در ختم از شما هلاک نشین. فبأی آلاء ربکما تکذبون، پس به کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ یرسل علیکما شواظ من نار، فرستاده می شود بالای شما شواظ شعله ها من نار از آتش، و نحاس و بارودها، و فلا تنتصران، اگر شما او طرف برین طرف آسمان ها و بخواین خود در آسمان سوراخ پیدا بکنین و خود بکشین، الله متعال میگه بالای شما شعله های از آتش میایه و چی میایه و بارودها و سنگها و توپها میایه، فلا تنتصران، شما در اونجا چیزی کرده نمیتونین. پس انسان مسلمان میفهمه که بغیر از حاکمیت الهی هیچ حاکمیت دیگه نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای الله متعال شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ فاذا انشقت السماء، فاذا پس هنگامی که انشقت پاره گردد السماء آسمان، فکانت وردتا کالدهان، پس امی آسمان می باشه وردتا مثل رنگ گلابی بر خود میگیره یا رنگ سرخ بر خود میگیره، کالدهان مثل امی چرم های سرخ، و یا آسمان سرخ میشه، یا آسمان مثل چی واره میشه؟ مثل که از بین از دهن، یعنی روغن، اما تا از او چی میشه؟ پایان میشه، روغن گداخته و تیز و خطرناک. پس هیچ کس نمیتونه که حاکمیت الله خدا بکشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ فیومئذ، این روز قیامت روز است که لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، میگه سوال کرده نمیشه از گناهش انسان و جنها. چطور سوال کرده نمیشه؟ میگه به خاطر ازی که چی هست؟ وقتی که یک دوز گیر کنی و همون چیزی که دوزی کردم در دستش باشه، چی ضرورت سوال است؟ یعنی دست شهادت میته، چشم شهادت میته، اعضای بدنش شهادت میته. بناهن این انسان حتی خالق متعال نیازی به سوال نداره، چرا تمام اسناد و وثیقه بالای ازی کسی که مجرم است کلشون اونجا شاهدایش است، ملائکه کتش است، چشم شهادت میته، دست شهادت میته، پوست شهادت میته، هر کاری که کرده این کلش شهادت میته. سابق بعضی مردم ها این مسائل میفتن چشم چطور شهادت میته، گوشت چطور شهادت میته، دست چطور شهادت میته. اغلمیال فیلم های چارلی چاپلین اکسل کنی یک قرن پیش پر شدنی، حال سر حرکت های چارلی چاپلین شهادت میته یا نمیته که بسیار مسخره بود؟ دستشم شهادت میته، پایشم، چشمشم. یعنی ما شما وقتی که فیلمش سیل میکنیم، وقتی که فیلم یک دو زبانی، حال بسیار جای سکیوریتی کامرا هست، وقتی که یک نفر میره جای دوزی میکنه، صحیفه واز میکنه، قاضی که گیرش میکنه میگه که صبر مجرم صاحب، تو هم فیلمش چالان کن، دستش پایش چشمش کل شهادت میده که این دوزی کرده، این تو صندوق انداخته، این تو فلانی انداخته. پس این روز قیامت الله متعال میگه که از اینا سوال نمیشه از گناههایشان انسان ولا جان، انسانها و جنیات، چرا که گناههایشان اسنادش و مدارکش و شواهدش کلش موجود است. لکن در بعضی حالات به خاطر توبیخ الله متعال چی میکنه؟ این سوال میکنه که این کارا چرا کردی، این کارا چرا کردی، این کارا چرا کردی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ و یعرف المجرمون بسیماهم، الله متعال میگه انسانهای مجرم در روز قیامت از چهرهشان شناخته میشن. انسان مجرم از چهرهش چی میشه؟ شناخته میشه.
این حال وقتی که مجرم هست چه قسم از چهره شناخته میشه؟ چهره خطرناک، چهره سیاه، چهره غبار زدگی، چهره وحشت زدگی. خود به خود مجرم از چهره شناخته میشه. فیؤخذ بالنواصی والاقدام. باز الله متعال میگه یا گرفته میشن نواسی از پیشانیش و پایش، یعنی پای پیشانیش هم تو قاطش میکنه ملائکه که تا زمین ما کبیر از پیشانیش و از پنجای پایش، از قدم هایش. این بسیار خطرناک است. دیگه مجرم خدا شور داده نمیتونه. چرا؟ علامات جرم در چهره ازی کلش آشکار میباشن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان شما جنها و انسانها تکذیب میکنین؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. الله متعال میگه و یا ملائکه اونجا صدا میکنن میگه اینمی جهنمی هست که تکذیب میکرد به اون مجرم ها. یطوفون بینها و بین حمیم آن، که اینا باز گردش میکنه در بین می آتش و بین حمیم، در جای دیگه که آب جوش است. از آتش که میرن در آب جوش بند میمانن، در آب جوش که خود میگروزن در آتش بند میمانن. فبأي آلاء ربکما تکذبان. پس به کدام از نعمتهای پروردگارتان شما تکذیب میکنین؟ آل عیسی که دوزخ هم در حقیقت ذکر دوزخ و عذاب دوزخ برای ما و شما چی است؟ نعمت است. چرا ما و شما چی میکنیم؟ وقتی که فهمیدیم که اتو سختی هست خود وقایه میکنیم. طب وقایوی قرآن. الله میگه یارا بفهم آدم اوشیار هستی، خود وقایه بکن، خود در این عذاب نپرتو. اول در افغانستان که مثلا یک معسل نقل میکنه، بعضی استادا که نقل شد ببینه تیر خدا میره. شوخی نه، گپ نه، صحیح نه. ما که در کشورهای عربی رفتیم گفتیم ولی اونجا البته افغانستان وارست که استاد سیل کنه امی نقل دیگه میگه شوخی نه، گپ نه، چشمت او بچه سیل نکو، گپا نیست. اونجا که سیل کردیم که این مجرد یک کس که می خدا شور میته وقت ورق مرقش گرفته در بیرون در لاوا نوشته میشه که لیس من غشنا فلیس منا. کسی که ما غلطی کردی از جمله ما نیست. نقال کسی غشاش هستی، فریبکار است. عاجل بیچاره صاحب از پانتون چی میکنه؟ با یک نقل میکشه. این حال ما که نو رفتیم بعضی کسا باز میامد بر ما میگفت که احتیاط کنین که تو جایا نیست. این مثل از اون جوار نیست که باز استاد برات بگه که آرام بچه گپ نزن. بعضی استاد هم بترست در صرف یک استاد در ما میرفت خود یک بچه میگه نقل میکنه باز میگه گپ نه بگی پارچهشه. این حال اونجا باز بسیار سخت بود. این حال روز آخرت بسیار سخت است، امتحانش سخت است. از این خاطر الله متعال این در جمله نعمت ها قرار میده و میگه که این نعمت الله هست برای شما که شما را آگاه ساخته، شما را دانش داده، شما را فهم داده. این حال اکثر مردمایی که از دوزخ انکار میکنه، از عذاب انکار میکنه، از آخرت انکار میکنه، مشکل چی است؟ که در مجلس قرآن نشسته، قرآن نمیفهمه، دین نمیفهمه. که 4 تا سیکولر بیدین شیشته باز میگه که کجاست جنت، کجاست دوزخ، کجاست آخرت. خیر است باشه می قسم. یک روز یک دکتر بود که یک نفر جر بحث داشت. او دکتر بعضی دکترای موحد و خوب ما داریم، بعضی دکترای سیکولر هم است. این سیکولر بود. گفت که کجاست چیز مثلا آخرت و عذاب آخرت و فلان و فلان. او برش گفت که و عالم برش گفت که دکتر صاحب خدمه وجود ما شما میگین که آهن است. که آهن نشان بدید. گفت نه در لابراتوار اگه تو چیز کنی بیدی باز در لابراتوار بر تو معلوم میشه که چند فیصد در وجود تو چی است؟ آهن است. او گفت خلاص شما هم لابراتوار دارین، الله هم لابراتوار دارن. در قبر که بخیر رفتی قبر یک چی است؟ لابراتوار است. در لابراتوار تو آهن معلوم میشه، باز یک دفعه در قبر برو بخیر باز اونجا باز کلش معلوم میشه که تو چند فیصد کافر هستی، چند فیصد مرتد هستی، چند فیصد منافق هستی. باز کل از این تصفیه میشه. یک ورق میبرایم تو کلا نازم پرنتر خونچا همه تو یک چیز هسته چپ من گفت ولی راست میگی. متوجه هستین؟ این حال الله متعال کلش پیش از پیش بر ما خبر میکنه که شما را الله عقل داده و حس داده و قرآن داده و سنت داده و پیغمبر تا که شما از این سختی ها خود چی کنین؟ نجات بتین. پس طب وقایوی یک نعمت است. متوجه هستین؟ از طب معالجوی که نمیگن طب وقایوی خوب است. چرا برای یک نفر وقتی که پیش از اینکه مریض شوه برش بفهمانی. حالا زنا قرآن میگه زنا نکنین، طب وقایوی قرآن است. آل علما میگن که از زنا و از همجنسگرایی و
انتشار از این در جامعه خطرناکترین ویروسی به نام HIV هست پیدا میشه. از این خاطر مسلمان های پاک کس از این مرض ها بیغم هستن، بیغم. اما کی در غم است؟ کسایی که به این مرض ها چی هستن؟ مبتلا هستن. خب الله متعال از دیگر نعمت های جنت میگه ولی من خاف مقام ربه، هر کسی که خوف کنه. چی معنی خوف کنه؟ یعنی خواهش خود را به خاطر الله ترک کنه. خوف چی میگه؟ که خواهشات نفسی خوده به خاطر رضایت الله چی کنه؟ ترک کنه. الله متعال میگه ولی من خاف، و کسی که بترسه و خواهشات نفسی خود به خاطر الله ترک کنه، مقام ربی از چی بترسه؟ است ایستادن در مقابل رب خود که اونجا باز من شرمنده نباشم. جنتانی الله متعال میگه برازو دو جنت میتین. سبحان الله، دو جنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام از نعمتهای الله شما چی میکنین؟ انسان ها و جن ها تکذیب میکنین. الحمدلله لا نکذب یا رب. این جنت ها چی هستن؟ میگه ذواتا افنان. میگه این جنت ها بعضی علما میگن که افنان یعنی شاخه های بسیار زیاد هستن، بعضی علما میگن افنان میوه های بسیار زیاد هستن، بعضی از علما میگن که افنان یعنی منازل بسیار زیاد هستن، اتاقهای بسیار زیاد و لکس. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین. این سوره الرحمن است، عروس القرآن میگن چی است؟ میگی عروس قرآن است. چرا؟ میگن مثل که عروس در بین دیگه خانم ها بسیار زیبا میباشه و لکس میباشه و جای لکس میشینه، میگم سوره الرحمن که است بسیار یک منزلت خاص، زیبایی های خاص خود داره که بیان میکنه برای انسان، قلب انسان بسیار راحت میسازه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خب فیهما عینان تجریان، در این دو جنت میگه دو چشمه هست تجریانی که جاری میباشن این چشمه ها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین. فیهما من کل فاکهة زوجان، الله متعال میگه در این جنت که است، در این دو جنت از هر نوع میوه که است زوجان جفت و جوره می باشه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین علی فرش، میگه یا تکیه کنان می باشن علی فرش بر فرش ها، بطائنها میگه اتو فرش ها و یا اتو دوشک ها یا اتو تخت های بر ازنا هست که بطائنها او چیز از او که در زمین چسبیده هست، یعنی اما قسمت توشک هایی که در زمین چسبیده هست میگه یا من استبرق، یعنی حتی همون چیزهایش پوش ها و استرهای از این میگه از چی است؟ از ابریشم خالص است. و جن الجنتین دان، و میگه میوه ای دو جنت دان بسیار نزدیک می باشه برای انسان که هیچ برای زمین گرفتن و خوردن از او انسان احساس خستگی نکنه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهن قاصرات الطرف، در این دو جنت قاصرات الطرف چی می باشن؟ میگه همسرهایی می باشن که اینا چی می باشن؟ چشمها را اینا چی میکنن؟ کوتاه میکنن، یا چشمای خودشان کوتاه هست. یعنی چی مانا؟ مانایش است که آنقدر اینا زیبا هستن که همسران از اینا نیاز ندارن که به طرف دیگه نظر بکنن، و یا هم خودشان آنقدر با حیا هستن که بغیر از شوهر خود به کس دیگه نظر نمیکنن. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، که اینا را مس نکرده انسان و جن، یعنی قبل از ای جنتی ای همسرش هیچ کس دیگه مسا نکرده. از این معلوم میشه که جنها هم داخل چی میشن؟ جنت میشن. پس همین قسم که انسانها داخل جنت میشن، جنها هم جنهای مسلمان مؤمن با تقوا، او جنهایی که همین قسم که انسانهای مؤمن ادب با قرآن و سنت مراعات میکنن، او جنها هم ادب با قرآن و سنت مراعات میکنن، اینا هم داخل جنت میشن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای الله شما انسانها و جنها تکذیب میکنین.
که انهن الیاقوت و المرجان، میگه امی همسران جنتی ها در زیبایی در صفایی مانند یاقوت هستند و در پاکی مانند مرجان هستند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ها پاداش نیکی بغجز از نیکی هست؟ یعنی به مو شکل که شما نیکی کردین، ایمان داشتین، اعمال صالحه کردین، زیبا زندگی کردین، امو قسم الله بر شما زندگی زیبا را در جنت میده. فبأی آلاء ربکما تکذبان و من دونهما جنتان، و بغیر ازی دو جنت، جنتان دو باغ دیگی هم هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، شما به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان شما جنها و انسانها تکذیب میکنین؟ لا نکذب والحمد لله. مدهامتان، حتی الله متعال برای انسانها به خاطری که انسانها خوب تشویق شوند، خوب خوشحال باشند، خوب راحت باشند، خوب مثلا برشان راحت قلبی حاصل شود، الله متعال میگه حتی برگ های عظیمی جنت که است، میگه از دست بسیار سبزی تیز، میگه سبز تیره شدن، اما تو بسیار تیره زیبا می باشه که خوش انسان میه. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان نضاختان، در امی جنت که است، در دو جنت چی است؟ دو چشمه است که فواره میکنن. بعضی کسا را خوشش میاد که آب جاری باشه، الله متعال گفت تجریان، فیهما عینان تجریان، و در اینجا میگه نضاختان، بعضی کسا را از آب جاری که در آب فواره خوشش میاد. یگان جایی که ببینی از کوی آب پایین میشه، نباید جوان ها رو ببینی که پیلانای خود کشیدن، یگان تاش کتمی کالا دمی زیر فواره چی کردن؟ استاد هستن. پس این آب های جنت میگه این تو زیبا هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای پروردگارت شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ فیهما فاکهة و النخل و الرمان، الله متعال میگه فیهما در امی جنتها چی هست؟ فاکهة میوه ها هست، نکیره هست، یعنی انواعی به هزارها و میلیون ها قسم میوه ها هست، و نخل اقسام مختلف خرماها هست، و رمان و انار هست. حتی الله متعال از رحمت خود امون میوجاتی که بسیار خوش انسان میره او زیاد ذکر کرده میره تا که بنده مؤمن قلبش احساس راحت بکنن. و ایره در اصطلاح قرآن ایره سایکولوژی قرآن میگن، روانشناسی قرآن، که چه قسم ذهنیت و روان آرامش میبخشه. متوجه هستی؟ آرامش الله متعال میبخشه. فیهن، در این جنت ها، خیرات حسان، میگه که در این جنت برای شما مردهای جنتی چی هست؟ این نعمتهای دیگه جنت که مثلا باغ هاست و درخت ها هست و همسرای زیبا هست و مثلا نعمت ها هست و دیگه هست، میگه در پالوی ازی زنهایی که در جنت می باشه یا خانمهایی که به جنت میرن، میگن این چی صفت می داشته باشه؟ خیرات و حسان. خیرات یعنی اخلاق بسیار عالی می داشته باشن، مثل زنای دنیا واره نیست، یگان زناست نی، اما تو زبانش اما تو تیغ واره هست که اما تو خطا میتم تو دلت سیاه میکنه، میگن یا بسیار اخلاق عالی داره، کل کلمات زیبا را بر شما میگن. و حسان، و چهره هایشان بسیار زیبا هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام از نعمتهای ربتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ لا نکذب ربنا والحمد لله. حور مقصورات فی الخیام، برای شما حور است. این حور مقصورات که میگه یا محفوظ هستند، فی الخیام در خیمه های بسیار زیبای جنت، در قصرهای جنت به شکل خیمه ها. بعضی اوقات تو است که قصر از دیوال می باشه، از قصرهای از طلای چی می باشه. امیجا در یک جای تیر شد از پیش ما و شما، من اینجا یادداشت گرفته بودم که امی جنت که از گفته بودن که دیوارایش از خشت طلا و خشت نقره می باشه. و بعضی اوقات در بعضی جای انسان خوش داره که خیمه بسیار لکس باشه و در بین از شمال هم از بیرون و از داخل ترابه. الله متعال میگه این نعمت هم در جنت است که حوری هستند که مقصورات محفوظ هستند در بین خیمه ها.
فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام از نعمتهای پروردگارتان شما انسانها و جنها تکذیب میکنین؟ لم یطمثهن، این حور مخلوقاتی از الله هستند که اینا را مس نکرده انسان قبل از جنتی ها ولا جان و نه هم کدام جنه، پس این مخصوص امی جنتی خلق شده. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف، این جنتی ها میگه تکیه میکرده باشند بر بالش های خضر سبز آبی رنگ و عبقری و بر فرش هایی که حسان بسیار شایسته و زیبا هست که او دیگه در تصور انسان نیست، مثل توشک یا کاوچ یا مثلا مبل و فرنیچر دنیایی وارنه دیگه، یا خود چیزای بسیار عادی هستن. او بسیار حسان و معنای شایسته که یعنی در جنت همون حدیث تطبیق میکنیم که چیزایی از که چشم ندیده و گوش نشنیده و در قلب انسان هم خطور نکرده هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای ربتان ای انسانها و جنها شما تکذیب میکنین؟ تبارک اسم ربک، بسیار مبارک است با برکت است نام پروردگار تو، ذل جلال و الاکرام، که صاحب جلال و اکرام و عظمت است. این سوره هست که وقتی مسلمان ها میخوانند در حقیقت مثل ازی که در قلب انسان، برای قلب انسان الله متعال چی میته و قلب انسان یک راحت میته، و این نعمتهای الله هست که برای انسان ها در دنیا هم داده و وقایه هم کرده و هم نعمت دیگی که و عبارت از نعمت چی است؟ نعمتهای آخرت است که الله متعال نصیب ما و شما بگردانه و توفیق عمل نصیب بکنه که ما و شما خاتمه خدا، چرا انما الاعمال بالخواتیم.